خب ما این قسمت بعد میخوایم راجع به عوامل کندکننده صحبت بکنیم، راجع به قلابو صحبت بکنیم و چند تا نمونه بهتون نشون بدم. خب بچه عوامل کندکننده رو بهتون گفتم باعث میشه که مخاطب نزنه، یعنی دیرتر بزنه محتوای بعدی. مثلا یه نمونهشو ببینید، این خانومی که داره تبلیغ یک جارویی رو میکنه که خیلی جالبه، نگاه کنید. ببین تا اینجا چجوری ویدیو شروع شد، اومد از این منتوس همین قرص نعنا رو انداخت توی کوکاکولا. خب معمولا این اتفاق میفته و میریزه بیرون، حالا چه رو فرش، خیلی عجیبه دیگه. وقتی اینو مخاطب میبینه خیلی دیرتر میزنه. میخواد ببینید چی میشه. یا رو بریم تمیزش کنیم. ببین چقدر عجیب تمیز کرد، اصلا مگه میشه؟ تمام. این ویدیو تیک تاک بود. یا مثلا یه سری متنایی که تو تیک تاک من زیاد میبینم، مثلا نگاه کنید نوشته don't miss end، یعنی آخرش از دست ندین. من فقط به خاطر این جمله نشستم دیدم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. رفتم کامنت ها رو خوندم، همه به انگلیسی فوش داده بودن برای چی متن گذاشتی، الکی ما 2 دقیقه وقتمون رو گذاشتیم سر این ویدیوی شما. ببین چقدر تاثیرگذاره فقط به خاطر یه نوشته. یا مثلا این یکی نوشته watch till end، تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. باز این رو هم من دیدم، جالب بود، فقط به خاطر این متن دیدم. پس اینا نکاتی هستش که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. تو بعضی از ریلیزاتون میتونین از این تکنیک ها استفاده بکنید. دوباره تو قسمت همون 60 تا ریلیز میلیونی که میخوایم بررسی کنیم از این مثال ها داریم. جلوتر کلی مثال دارم براتون. بیام قلاب های متنی و گفتاری هم بهتون بگم. یک رفرنس خارجیه که من کامل میخوام بهتون نمونهاشو بگم که چه کلماتی رو همون اول استفاده بکنیم توی گفتارمون تا مخاطب رو ویدیومون بمونه. این قلاب ها رو بچه‌ها اولش رو براتون ترجمه میکنم. حوزه کاری خودتون رو فکر بکنید که کدوم یکی از موردهای کار خودمون میتونم بچسبونم بهش، به این جمله. مثلا نگاه کن، یه نمونهش اینه که mistaken I made when، اشتباهاتی که من انجام دادم موقعی که چی؟ موقعی که مثلا خواستم مثلا رنگ موی رو مشتریم بذارم که باعث شد که این اتفاق بیفته، مثلا فلان. اشتباهاتی که باعث میشه که مثلا شما از رشد عقب بمونید. از رشد چی؟ از رشد فردی. خب یا مثلا داره میگه I made، داره میگه تو تجربه خودم، اشتباهاتی که من زمانی که مثلا تو این برهه زمان بودم انجام دادم. مخاطب میگه خب چه اشتباهی انجام داده، بذار ببینم چیه. یه مثال گفتم، ببینید که چجوری وصلش بکنیم به حوزه کاری خودتون. یا مثلا اشتباهی که من موقع خرید مثلا کفش داشتم همیشه این بود که میرفتم مثلا برام سایزش مهم بود، در صورتی که باید مثلا انعطافش هم میدیدم که این موقع پیاده روی اذیتم نکنه. خب مثلا داره انگار یه راهنمایی میکنه مخاطب. حالا من این 40 تا رو میخوام یکی یکی بهتون بگم، یادداشت بکنید تا ربطش بدید به حوزه کاری خودتون، ببینید که چجوری میتونید قلاب استفاده بکنید. اولی، بیایید راجع به این صحبت کنیم به اضافه جای خالی. اشتباهاتی که من زمانی که انجام دادم، ترفندهایی که شما نمیدونستین، hack you never knew، ترفندی که نمیدونستین راجع به اینه. x way to، یعنی x رو باید جای عدد بذاری، 3 راه، 4 راه، 2 راه، این که جای خالی. جای خالی رو میگم خودتون بدونید دیگه. How I went from، چطور از اینجا به جای خالی رسیدم. باور نمی کنید اگه بگم جای خالی. باید یه اعترافی بکنم که جای خالی. آرزو داشتم که این کارو این چی جای خالی متفاوت انجام میدادم.
چرا من این کارو نکردم؟ این کارو میشه جای خالی. What to do after. کاری که باید بعد از این انجام بدید. بعد از این چیه؟ fill in the blank. جای خالی رو پر کنید. اصلا یه همچین چیزیه. میتونید بگید که یه متنی بنویسید، جای خالی رو پر بکنید که مخاطب بدونه. مثلا فکر میکنید که چه چیزهایی باعث مثلا افزایش قد میشه، مثلا میتونید اینجوری بگید. اگر با این مشکل داری حتما مثلا اینو ببین، این پست رو حتما سیو بکن. با چی مشکل داری؟ میشه همون بحث جای خالی. Can I be honest with you for a bit؟ میتونم باهاتون رو راست باشم راجع به این مورد؟ بخوام باهاتون رو راست باشم اینجوری. تا الان خودتون پرسیدید که چطور اینجوری میتونه شروع بشه جای خالی؟ آیا واقعا دوست ندارید که وقتی جای خالی؟ نظرتون راجع به این چیه که جای خالی؟ حتما بهش احتیاج پیدا میکنید، حتما به این موضوع احتیاج پیدا میکنید، حتما به این نکته احتیاج پیدا میکنید. چه نکته ادامه؟ من دارم خوباش رو جدا میکنم. تقریبا تا الان فکر کنم 18 تا گفتم. The secret to tell your client what they wanna know. رازی که باید بهتون بگم اینه که صبح تو بدون انجام دادن این مورد شروع نکن. کدوم مورد؟ باید ادامه بدید. 7 tools, apps or software. میگه 7 وسیله، اپلیکیشن، نرم افزاری که میتونید شما در بیزنستون، کارتون استفاده بکنید. اینا واقعا با این شروع بشه جالبه. مثلا 7 اپلیکیشنی که هر کسی تو اینستاگرام نیاز داره استفاده بکنه. 3 درسی که من از جای خالی یاد گرفتم ایناست که بگی تا بقیه بدونن که شکست شما کجا بوده. Watch this if you want. اگر میخواید این نتیجه بگیرید این ویدیو رو ببین. چه نتیجه ای؟ این باید بگید نتیجه تو کارتون یعنی چی. How to. چطور یعنی کلا با چطور شروع بشه. چطور فالرمون افزایش بدیم، چطور بتونیم رنگ دلخواهمون تو اتاقمون داشته باشیم، چطور بتونیم دیزاین خوبی رو برای اتاق مثلا پذیرایی و نشیمن داشته باشیم که حالت توتوریال آموزشی داشته باشه. How to با کلمه چطور شروع بشه. Can I share a secret؟ میتونم یه رازی رو باهاتون در میون بذارم. Which one are you؟ کدوم یکی از این شما هستید؟ گروه A یا گروه B؟ که اینو توی صفحتون کامل میتونید بیارید که مخاطب بدونه که کدوم باید انتخاب بکنه. آیا میدونستین؟ Did you know؟ که میگه بعدش به یک استراتژی جذابی رو پیشنهاد بدید. Did you know؟ آیا میدونستید که فلان این اتفاق میفته؟ How to؟ چطور این کار رو انجام بدیم؟ Fun fact میگه یک حقیقت مثلا فانی رو بیایید راجع به حوزه کاری خودتون بگید. حقیقت مثلا مسخره‌ای که حقیقت جالبی که خیلی از شما راجع به این نمیدونستید این اصلا با این جمله شروع بشه. Start with a quote from influence in your niche. میگه با یک جمله‌ای که یک اینفلوئنسر، یک کسی که معروف بوده تو حوزه کاریتون بیاید شروع بکنید. مثلا آقای فلانی راجع به این قضیه این نظر رو داره، یعنی یک ارجاع دادن به کسی که اون نظر داده میتونه باز جمله قلاب گونه خوبی باشه. Unpopular opinion. Share your unpopular opinion. میگه نظری که خیلی معروف نیست رو بیا شیر بکنید، نظری که خیلی ها شاید بهش باور ندارن. بگو که
نظری که خیلی ها شاید بهش فکر نمی کنن راجع به اینه. مثلا میتونه اینجوری شروع بشه: If I had to start all over again. اگه قرار بود دوباره اینستاگرام رو شروع بکنم این نکته رو رعایت میکردم. این چه قلاب عجیب غریب خوبیه. شما میتونید تو حوزه کارتون، تو بحث آموزش، تو هر چیزی که هستید، اگه قرار بود دوباره بیزنسام شروع بکنم این نکته رو رعایت میکردم. اگه قرار بود دوباره از صفر بخوام زبان رو یاد بگیرم حتما این موارد رو رعایت میکردم. ببین چقدر قلاب و واقعا عجیبه. You don't wanna your right. نمیخواید که واقعا این اتفاق بیفته. نمیخواید که واقعا مثلا اضافه وزن بگیرید تو مدت کوتاه. میخواید؟ نمیخواید که جایی خالی آخرش بگید میخواید. People love to ask this question. مردم واقعا این سوال دوست دارن بپرسن. چه سوالی؟ در ادامه Don't read the caption. Don't read the caption هم میتونه جمله قلاب گونه جالبی باشه که من بعضی موقع دیدم استفاده میکنم. کپشن نخونید. یا میخونم. I don't know who needs to hear this but نمیدونم کی واقعا نیاز داره که اینو بشنوه، ولی اینجوری هم میتونید شروع بکنید. Steal my process content creation. مثلا میگید که این ایده رو بدزدید از من. این ایده رو از من داشته باشید. میتونه به صورت قلم متنی رو صفحه بیاد. این ایده رو حتما استفاده کنید. باور نمیشه که دارم اینو بهتون میگم. I can't believe I'm sharing this. باور نمیشه این نکته رو دارم بهتون میگم که یعنی اینجوری مخاطب فکر کنه که اوه چه نکته‌ای داره میفهمه. پس بچه‌ها قلابا رو تقریبا با هم کار کردیم. حالا جلوتر هم مثالش رو خواهیم داشت. این یک رفرنس کاملا انگلیسی بود که گفتم باهاتون به اشتراک بذارم تا بدونید که محتوای خارجی هم از این قلاب‌ها استفاده میکنن. ما هم میتونیم از اینا کامل استفاده بکنیم. خواهینم بهتون گفتم و